سرخط خبرها. میزبانی قطر از نشست ویژه درباره افغانستان در دومین روز مجمع دوحه. ذاکر جلالی این نشست را نشانه تغییر نگاه امنیتی به افغانستان و همکاری اقتصادی دانست. کمک کننده است برای قضیه و دایی افغانستان. برگزاری نشست شورای امنیت با محوریت افغانستان. یونما میگوید که این نشست روز چهارشنبه هفته روان برگزار می شود. شکایت پایتخت نشینان از افزایش بهای چوب. باشندگان کابل از امارت اسلامی میخواهند که برای کاهش قیمت چوب اقدام جدی کند. یعنی که یک ذره گذرانی است بازی قیمت 13.5. و کم مهری ترامپ به خاورمیانه در سند راهبردی امنیت ملی امریکا. در این سند آمده که خاورمیانه دیگر اولویت اصلی سیاست خارجی امریکا نیست. بر شما بر مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز شنبه 16 قوس 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 7 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. در دومین روز مجموعه دوحه قطر میزبان نشست ویژه درباره افغانستان و نقش آن در اتصال منطقه‌ای بود. ذاکر جلالی رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه این نشست را نشانه تغییر نگاه امنیتی به افغانستان و حرکت به سوی همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای دانست. گزارش از نسترن امیری. در دومین روز مجمع دوحه قطر امروز میزبان نشست ویژه درباره افغانستان و نقش این کشور در اتصال منطقه‌ای است. در این پنل برای نخستین بار یک نماینده از امارت اسلامی افغانستان به گونه رسمی حضور یافته و قرار است در کنار نمایندگان ازبکستان و قطر سخنرانی کند. ذاکر جلالی رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه این نشست را نشانه تغییر نگاه امنیتی به افغانستان و حرکت به سوی همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای دانسته است. امیدوار هستیم که نماینده حکومت سرپرست افغانستان بتواند از این فرصت‌ها به نفع افغانستان بابت نتایج منافع اولیای افغانستان در قسمت گسترش روابط سیاسی اقتصادی افغانستان با سایر کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای همسایه افغانستان گام‌های عملی بردارند و همزمان به باور برخی آگاهان روابط بین الملل اشتراک نمایندگان حکومت کنونی در نشست فرم دوحه نشان می‌دهد که افغانستان هنوز به طور کامل منزوی نشده و نحو سطح این حضور می‌تواند بر جایگاه دیپلماتیک کشور تاثیرگذار باشد. اشتراک افغان‌ها من فکر می‌کنم در هر سطحی که باشه، خواه از بیرون خواه از داخل، خواه رسمی خواه غیر رسمی یا نیمه رسمی، اینا همه کمک کننده است برای قضیه و دایی افغانستان. که خوشبختانه در این فرمت نماینده های وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان هم در او شرکت دارند که این به نفع افغانستان است و میتونه که افغانستان به یک سمت و سوی مثبت سوق دهد که بتانیم از او فرمت در مقابل مملکت خود استفاده مثبت کرده باشیم. گفتنی است که مجمع دوحه 2025 روز گذشته شنبه با حضور حدود 5000 شرکت کننده از 160 کشور آغاز شد. بحث‌ها و سخنرانی‌های روز نخست بیشتر بر بحران‌های کنونی در جهان متمرکز بود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که شورای امنیت روز چهارشنبه با محوریت وضعیت افغانستان نشست برگزار میکند. یونما به اجندای این جلسه اشاره نکرده است. شورای امنیت سازمان ملل به صورت معمول هر 3 ماه یک بار وضعیت افغانستان را بررسی میکند. این نشست در حال برگزار میشود که افغانستان به دلیل بحرانهای طبیعی و بازگشت مهاجران به کمک بشری نیاز دارد. شماری از پایتخت نشینان از افزایش بهای چوب شکایت دارند. آنان میگویند که در حال حاضر توان خرید چوب برای گرم کردن خانه‌های خود را ندارند و از امارت اسلامی میخواهند تا برای کاهش قیمت چوب اقدامات جدی روی دست بگیرد. گزارش از اناهیتا اندر.
با فرارسیدن فصل زمستان و افزایش بهای مواد سوخت در پایتخت، شمار از کابل نشینان از افزایش بهای چوب شکایت دارند. آنان با اشاره به وضعیت اقتصادیشان میگویند که توان خرید چوب برای گرم کردن خانه‌های خود را ندارند. آنان همچنین از امارت اسلامی میخواهند تا برای کاهش قیمت چوب اقدامات جدی روی دست گیرد و مسیرهای انتقال آن به کابل را بازگشایی کند تا مردم بتوانند زمستان پیش روی را بدون نگرانی از سرمای شدید سپری کنند. مردم توانایی خرید همین چوب بلود اینا رو نداره و دولت یک کار خوبش همی است که سنگ میاره از طریق نایا توزیع میکنه و اونمو هم نسبتاً برای مردم خوب شده و توان مردم نیست که قدم بخرن مثلا از 12 تا 13 تا 10,000 7,000 چوبای همین چی را میته، چوبای زردالو یارم میته 7,000. اینیا که یک ذره گذرانی است بازی قیمت است 11.5. همزمان با این برخی از فروشندگان چوب در کابل میگویند که مسدود ماندن راههای انتقال چوب از ولایت‌ها به کابل یکی از دلایل عمده افزایش بهای چوب در پایتخت است. آنان میگویند که این مسئله همچنان فروشاتشان را با چالش مواجه ساخته است. چوب که کمی پیدا شده میارن از یگام دکانی سابقه دارا که میاریم بیادر ما مجبور هستیم که خروار 10,000 بخریم، 10,500 10,600 بفروشیم. با این حال رئیس اتحادیه چوب فروشان کابل میگوید که در سال روان به دلیل مصرف شدن چوب‌های ذخیره شده و کاهش انتقال چوب به کابل قیمت یک خروار چوب به 12,000 افغانی افزایش یافته است. او می‌افزاید که اگر امارت اسلامی زمینه ورود دوباره چوب کنر به بازار کابل را فراهم سازد، قیمت‌های چوب تا حدود 8,000 افغانی نیز کاهش خواهد یافت. سرای سال که بود خوب بود، چوب یک خروارش به 10,800 یا 11,000 افغانی به فروش می‌رسید. حالا فعلا چوب ذخیره پارسال سابق بود، پارسال که یا به ختم است و ختم شد فعلا در بازار یک خروار چوب 12,000 افغانی رسیده. این در حال است که سال گذشته نیز بهای چوب افزایش یافته بود که یک خروار چوب به 14 تا 15,000 افغانی به فروش می رسید. و در خارج از کشور، دولت دونالد ترامپ سند تازه‌ای را به عنوان راهبرد امنیت ملی 2025 منتشر کرد. این سند نشان دهنده چرخش جدی در نگاه واشنگتن به جهان است. در این سند آمده که خاورمیانه دیگر اولویت اصلی سیاست خارجی آمریکا نیست. سند راهبرد امنیت ملی ایالات متحده یکی از مهمترین اسناد حکومتی است که هر دولت امریکا آن را منتشر می‌کند. در این سند نقشه راه امریکا برای حفظ امنیت کشوری، اولویت‌های سیاسی و نظامی، تشخیص تهدیدهای اصلی و چگونگی تعامل با جهان ترسیم می‌شود. رئیس جمهور امریکا این هفته راهبرد امنیت ملی خود را منتشر کرد. راهبردی که نسبت به راهبرد امنیت ملی قبلی در سال 2022 ترامپ که نقش امریکا را در تقویت دموکراسی و حفظ صلح در نظم جهانی مشخص می‌کرد متفاوت است. این سند نشان دهنده چرخش جدی در نگاه واشنگتن به جهان است، چرخشی که امریکا قصد دارد از نقش سنتی پلیس جهان فاصله بگیرد و بر امنیت، اقتدار داخلی، اقتصاد و منافع ملی تمرکز کند. ارزش‌های مانند ملت‌سازی و اشاعه دموکراسی از برنامه‌های محوری حذف یا کمرنگ شدند. یکی از بخش‌های این سند که بحث برانگیز شده، سیاست ترامپ در قبال خاور میانه است. در این سند آمده که این منطقه دیگر اولویت اصلی سیاست خارجی امریکا نیست. آگاهان سیاسی معتقدند که امریکا در برخی از کشورهای خاور میانه به گونه مستقیم حمله کرد و تعدادی از کشورها را با حمایت دوستان و حامیان جهانی خود به خاک و خون کشید. نمونه‌های بارز آن حمله بر عراق و حمایت از اسرائیل در کشتار مردم غزه است. در حالی که ایجاد خاور میانه بزرگ در سرخط کار استراتژیک و مقاصد سیاسی و استخباراتی امریکاست، اما کوشش میکنه امریکا غیر مستقیم از ذریعه دوستا و حامیان بین‌المللی خود مقاصد خود به دست بیاره و خودش مستقیما وارد عمل نشه. در راهبرد امنیت ملی امریکا هیچ اشاره‌ای به کشورهای آسیای مرکزی به ویژه افغانستان نشده است، در حالی که امریکا در 20 سال به بهانه مبارزه با تروریسم و دولتسازی به افغانستان حمله کرد، حملاتی که پیامدهای ویرانگری برای افغانستان داشت. آگاهان معتقدند که امریکا با ارائه راهبرد امنیت ملی خود به دنبال جنایت‌های تازه در کشور هاست. کارنامه آمریکایی‌ها در طول تاریخ وقتی که ما بررسی بکنیم از موضوع افغانستان، عراق، یمن، فلسطین، حماس، لبنان و همه این کشورها رو وقتی شما بررسی بکنید، برای کل دنیا، برای کل کشورهای اسلامی مشخص است که یک کارنامه بسیار ظلم، ستم، جنایت بشری همه اینها در کارنامه آمریکایی وجود داره. در این سند امریکا رقابت با چین را بیشتر اقتصادی و تکنولوژی می‌داند تا نظامی
واشنگتن بر کاهش وابستگی به زنجیره تامین و فناوری چینی و تقویت برتری در حوزه‌های مانند رسانه‌ها و هوش مصنوعی تاکید دارد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد.